قسمت پایانی. یک. پوآرو شروع به حرف زدن کرد و گفت خیلی خوب، گویا چیزی بود که میخواستید به من بگید، درسته؟ راستش خودم هم نمیدونم مهمه یا نه آقای پوآرو. یه نفر امروز سعی داشت از پنجره وارد اتاق خانم ودربی بشه. دقیقاً چه موقع؟ امروز صبح. خودش خونه نبود، دخترم با سگش رفته بودن بیرون. اما مرتیکم که بیشتر از هر چیز به یه ماهی یخزده شباهت داره، طبق معمول در رو به روی همه بسته و تو کتابخونه بود. من این موقع معمولا باید تو آشپزخونه باشم، ولی دیدم از این موقعیت بهتر نمیشه. حتما متوجه شدید دیگه. پوآرو سرش را به علامت تایید تکان داد و مود متعاقباً در ادامه سخنانش گفت یواشکی پریدم طبقه بالا، رفتم تو اتاق خواب بیروح این زنی که یهو متوجه نردبون پشت بام شدم که مردی روی اون ایستاده بود و با قفل پنجره داشت ور میرفت. میدونید که خانم ودربی بعد از قتل خانم آپوارد همیشه در و پنجره اتاقش رو قفل میکرد و نمیذاش حتی یه ذره هوای آزادم وارد اتاق بشه. به هر حال مردی که میخواست وارد اتاق بشه به محض اینکه چشش به من افتاد پایین پرید و پا به فرار گذاشت. نردبون متعلق به باغبون بود که صبح اول وقت درختای چنار رو هرس میکرد و بعدش هم دوباره خوابیده بود. خب به نظر تو این مرد کی بود؟ میتونی برام توصیفش بکنی؟ راستش فقط یه لحظه چشم بهش افتاد و به محض اینکه رسیدم کنار پنجره اون پایین رفته بود و فرار کرده بود و متاسفانه خورشید تو چشم بود و نمیتونستم چیزی رو ببینم. به هر حال مطمئنی که حتما یه مرد بود؟ مود لحظه‌ای تأمل کرد و گفت لباس مردونه تنش بود و یه کلاه مردونه هم به سرش داشت، ولی البته بعید نیست یه زنم باشه. بله. خیلی جالب شد، خیلی زیاد، ولی هنوز تموم نشده. اولا که شما نمیدونید چه آشغالایی این زنی که جمع کرده، حتما دیوونه شده. به هر حال نمیدونم چطوری وارد اتاق شد که من متوجه نشدم. داد و بیداد راه انداخت و به من گفت دارم جاسوسی میکنم و من از اتاق بیرون انداخت. باور کنین دفعه دیگه میکشمش آقای پوآرو. به نظر من اون تنها زنیه که باید کشته بشه. یه زن واقعا بدذات و کثیف. پوآرو زیر لب با آرامی گفت اولین هوپ. مود ویلیانر با تعجب گفت چی گفتید؟ پس شما هم این اسمو میشناسید ها؟ خب بله، این همون اسمیه که اوا کین وقتی رفت استرالیا روی خودش گذاشت. تو همون روزنامه نوشته بود، ساندی کمپانیون. روزنامه ساندی کمپانیون به خیلی چیزا اشاره کرده بود، ولی نه این مورد. این اسم پشت جلد کتابی نوشته شده بود که پلیس اونو تو کتابخونه خانم آپوارد پیدا کرد. مود فریادی از روی هیجان کشید و گفت پس خودشه. اون تو استرالیا نمرده و هنوزم زنده است. مایکل حق داشت و درست میگفت. مایکل؟ ولی مود در جواب گفت من دیگه باید برم آقا و الان ناهار دیر میشه. همه چیزو تو فر گذاشتم و اگه دیر برسم همه غذا میسوزه. سپس دوان دوان به طرف منزل رهسپار شد. پوآرو همینطور ایستاده و با چشم او را تعقیب کرد. در پستخانه خانم سویتمن دماغش را به شیشه پنجره فشار میداد و در تعجب بود که این پیرمرد خارجی چه پیشنهادی به این دختر جوان نمود که اینطور از دست او فرار کرد. 2. پوآرو پس از بازگشت به مهمانسرای لانگ میدو کفشش را درآورد و به جای آنها دمپایی به پا کرد. به نظر خودش اصلاً شیک نبود، ولی خب حداقل پاهایش که استراحت می‌کردند. روی صندلی راحتی نشست و بار دیگر به فکر فرو رفت. حالا خیلی چیزها داشت که میبایست راجع به آنها فکر کند. طرح روی پارچه را جلوی چشمش آورد. چیزهای کوچکی بود که از نظر انداخته بود. حالا فقط میبایست یک مقدار دقت نظر بیشتری مبذول دارد. موریان با حالتی رویایی حرف میزد و سوال میکرد. اظهارات خانم الیور راجع به تئاتر کوچک، سبیل، مایکل. مطمئن بود که مود به یک مایکل اشاره کرد. اوا کین، پرستار منزل آلفرد گریگ و بالاخره اولین هوپ. در اینجا ناگهان بارقه‌ای در مغزش درخشید و به خود گفت بله البته خودشه، اولین هوپ. 3. دیو کارپنتر وارد منزل سامر هیس ها شد. درست از راهی که همه وارد می شدند.
از هر در یا پنجره‌ای که راحت تر بود. او برای ملاقات هرکول پوآرو آمده بود و به محض اینکه او را پیدا کرد بدون اینکه حرف اضافی بزند وارد اصل مطلب شد و گفت ببین چی بهت میگم. شما یه کارگاه خصوصی هستی و اینطور که شنیدم کارتونم خیلی خوبه. خب من میخوام شما رو استخدام بکنم. اوه خدای من، مگه با شوفر تاکسی صحبت میکنید خانم؟ خب شما یه کارگاه خصوصی هستید دیگه و کارگاه هم پول میگیرن و کار میکنن، اینطور نیست مگه؟ خب بله معمولا همینطوره. خب منم همینو میگم دیگه، منم به شما پول میدم، پول زیاد. خب برای چه کاری؟ میخواید من چیکار کنم براتون؟ ایو کارپنتر به تندی جواب داد و گفت از من در مقابل پلیس حمایت کنید. اینا دیوونه شدن، فکر میکنن که خانم آپوارد من کشتم. یه لحظه منو راحت نمیذارن، همینطور راه میرن و از من سوال میکنن. خب یه چیزایی هم میگن. باید بگم که اصلا چون این وضعی رو نمیتونم تحمل بکنم آقا، مطمئناً منو دیوونم میکنن. پوآرو فقط به اون نگاه میکرد. چیزی در گفته های ایو کارپنتر بود که بوی حقیقت را میداد. به نظر میامد در مقایسه با اولین باری که او را 2-3 هفته قبل دیده بود به مراتب پیرتر شده است. حلقه های زیر چشمانش حاکی از چند شب بیخوابی و بدخوابی بود. خطوطی نیز در دور دهانش دیده میشد و وقتی سیگار روشن کرد دستانش به شدت میلرزید و همینطور که با حالتی عصبی به سیگارش پک میزد گفت من از شما میخوام که به این وضع پایان بدید آقا. باید این کار انجام بدید. ولی خانم محترم من چه کاری میتونم انجام بدم؟ من چه میدونم، فقط شرشون از سر من کم کنید آقا. واقعا چه پررو و وقیحن. بدبختی اینجاست که شوهرم هم آدم نیست که. گامی اگه مرد بود جلوشون وای میساد و نمیذاش منو محاکمم بکنن. یعنی منظورتون اینه که کنار ایستاده و هیچ کاری نمیکنه؟ ایو کارپنتر با حالتی عبوسانه جواب داد خبر نداره آقا، اصلا من که چیزی بهش نگفتم. تازه اگرم بهش بگم طبق معمول باد تو گلو میندازه و از من میخواد که تا اونجایی که میتونم با پلیس همکاری بکنم. خب معلومه دیگه، برای ایشون که فرقی نمیکنه. اون شبم دوباره به یکی از همین جلسات سیاسی احمقانه رفته بود. و شما؟ هیچی، تو خونه نشسته بودم و به رادیو گوش میدادم. خب اگه بتونید این موضوع رو ثابت بکنید که... خب چطوری باید ثابت بکنم آقای پوآرو؟ بدشانسی اینجاست که من به کرافتا پیشنهاد کردم در صورتی که شهادت بدن که من اون شب تو اون جلسه سیاسی شرکت کرده بودم پول خوبی به اونا میدم، ولی بیشرفا قبول نکردن. من باید بگم که این کارتون به هیچ وجه عاقلانه نبود خانوم. چرا؟ عوضش دیگه الان این گرفتاری رو نداشتم دیگه. ولی فکر نمی کنید با این کارتون خانواده کرافتو که خدمتکاران شما می باشن مشکوک کردین، طوری که احتمالا شما رو قاتل می دونن؟ خب این زیاد مهم نیست آقا، من قبلا هم به کرافتا پول دادم. برای چه چیزی؟ هیچی بابا، همینطوری گفتم بهتون. مثل این که فراموش کردی عزیز من، این منم که میتونم کمکت بکنم. آخه چیز مهمی نبود، به خاطر اینکه پیغام اون شب اول کرافت دریافت کرد. پیغامی که از خانم آپوارد بود؟ بله، و به اون گفته بود که از من خواهش کنه همون شب به دیدنش برم. ولی شما میگید که نرفتید ها؟ بله معلومه، چرا باید میرفتم اصلا؟ زنی که پیر عوضی. دلیلی نداشت برم اونجا و دستای کثیفشو توی دستای خودم بگیرم. حاضر نبودم حتی برای یه لحظه هم که شده به دیدنش برم. میشه بفرمایید چه ساعتی بود که تلفن کردن و این پیغامو دادن؟ راستش دقیقا نمیدونم، چون رفته بودم بیرون و به خاطر همینم بود که کرافت جواب تلفن رو داد و پیغامو دریافت کرد. ولی به هر حال فکر میکنم بین ساعات 5 و 6 بعد از ظهر بوده باشه. آره. و شما بهش باج دادید که راجع به این پیغام حرفی نزنه و جایی هم مطرح نکنه ها؟ خودتونو به خریت نزنید آقا. خب معلومه دیگه، چون نمیخواستم قاطی هیچ ماجرایی بشم. کسی اصلا به فکر اونا اهمیتی نمیده. پوآرو با سنگینی خاصی در جواب گفت چرا؟ بعید نیست هیئت منصفه این موضوع رو در نظر بگیره. ایو کارپنتر چشمانش گرد شد و همینطور که به پوآرو خیره شده بود گفت یعنی شما جداً فکر میکنید که... بله جداً. یعنی میخواید بگید که هیئت منصفه حرف کلفت نوکرا رو قبول میکنه ولی به حرف خانمای مثل من توجه نمیکنه؟ پوآرو جوابی نداد و ایو کارپنتر خیره شد و در تعجب فرو رفت. تعجب از این همه حماقت و نامردی،
تعجب از بدبینی و کینه‌توزی با آدم‌هایی از طبقات پایین اجتماع که احتمالاً در مواقع خاصی می‌توانند کمک‌های ارزنده‌ای به دیگران بنمایند. تعجب از این اندکبینی و خط مشی اندکبینانه‌ای که عده‌ای کورکورانه آن را تعقیب و دنبال می‌کنند. واقعاً جای تأسف است که بعضی‌ها در زندگی دورتر از نوک دماغشان را نمی‌بینند. چه چشمان درشت و آبی و زیبایی! پوارو در این افکار و همینطور که به چشمان ایو کارپنتر خیره شده بود گفت چرا شما عینک نمیزنید خانوم؟ به نظر من احتیاج دارید. آها عینک؟ چرا بعضی وقتا میزنم. بچگی همیشه عینک داشتم آقا. مثل اینکه دندوناتونم تو بچگی از این پلیتا داشته، درسته؟ ایو دوباره چشمانش گرد شد و گفت بله درسته، ولی شما از کجا میدونید و اصلا چه ارتباطی به شما داره؟ بله، جوجه اردک زشتی که به قوی زیبایی تبدیل شد. خودم میدونم که بچگی خیلی زشت بودم آقا، لازم نیست شما بگید. به نظر مادرتونم زشت بودید؟ ایو به تندی جواب داد و گفت من اصلا مادرمو به خاطر نمیارم. نمیفهمم ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ بالاخره نگفتید که قبول میکنید یا نه؟ متاسفانه نمیتونم قبول کنم خانم. ولی چرا؟ برای اینکه در این ماجرا من به عنوان مدافع جیمز بنتلی عمل میکنم. جیمز بنتلی؟ آهان فهمیدم، همون مرد خل و دیوونه که اون پیرمرد بدبخت و کشت. واقعا نمیفهمم این موضوع چه ربطی به ماجرای آپوارد داره. شایدم ربطی نداشته باشه. خب پس لابد مسئله پول مطرحه. آره چقدر؟ ببین خانم محترم، اشتباه بزرگ شما اینجاست که همه چیزو با پول میسنجید. چون پول دارید و پول زیادی هم دارید فکر میکنید هر کاری که بخواید با پول میتونید انجام بدید. در اینجا ایو کارپنتر با حالت خاصی در جواب گفت ولی من همیشه هم پولدار نبودم آقا. پوارو در جواب گفت نه منم متوجه شدم و همین مورد خیلی از مسائل رو روشن و خیلی از موارد رو توجیه میکنه. سرانجام ایو کارپنتر بدون نتیجه و کماکان با همان تصورات اشتباه و تفکرات خامی که آمده بود پوارو را ترک کرد و رفت. پوارو در تنهایی مجدداً به فکر فرو رفت و زیر لب گفت اولین هوپ و چند بار آن را تکرار کرد. پس معلومه که خانم آپوارد هم به دیردر هندرسون تلفن کرده و هم به ایو کارپنتر. شاید به نفر سومی هم تلفن کرده باشه و شایدم در همین موقع موریان سامرهیس با سر و صدای زیادی وارد شد و گفت حالا دیگه قیچی گم شده. معذرت میخوام از اینکه ناهار دیر شد آقا. 3 تا قیچی دارم و حالا حتی یکیش هم نمیتونم پیدا بکنم. ایوا. و دوباره به طرف گنجه رفت و با همان روش قبلی که پوارو کاملا با آن آشنایی داشت به جستجوی قیچی مشغول شد. ولی خوشبختانه این بار خیلی زود به هدف خود رسید و با فریادی از خوشحالی از اتاق خارج شد. به محض اینکه موریان سامرهیس از اتاق خارج شد پوارو از جا برخاست و به طرف گنجه رفت تا مثل دفعه قبل آتش‌قال‌هایی که به کف اتاق ریخته بود سر جای خودشان بگذارد و باز هم قوطی بتونه، کاغذهای یادداشت، سبد کوچک، تعدادی عکس. همینطور که ایستاده بود به عکس‌هایی که در دست داشت خیره شد. صدای پایی از راهرو به گوش رسید. پوارو با چالاکی و سرعتی که از سن و سال او بعید بود پرید کنار کاناپه. عکس‌ها را روی کاناپه انداخت و یکی از کوسن‌ها را روی آنها گذاشت و متعاقباً خودش هم روی همین کوسن نشست. در همین لحظه موریان مجدداً وارد اتاق شد و گفت ای وای نمیدونم این کماژدان اسفناجا رو کدوم جهنم در ری گذاشتم. اینهاش خانم نمیبینید؟ و با دست به کماژدان پر از اسفناج که در کنار او در روی کاناپه قرار داشت اشاره کرد. موریان سامرهیس کماژدان را برداشت و گفت پس اینجا بود که جا گذاشته بودم. امروز از اون روزاییه که همه چیز به هم ریخته و عقب افتاده ها. و در این لحظه بود که تازه متوجه شد پوارو چقدر شق و رق روی کاناپه نشسته است. لذا با تعجب به پوارو گفت خب چرا اونجا نشستید آقا؟ هیچ میدونین که بدترین جای تو این اتاق انتخاب کردید؟ همه فنرها شکسته و در رفته. حتی رو کوسن هم که بشینید بازم ناراحت کننده است.
بله بله میدونم، ولی من محو تماشای این تابلوی نقاشی روی دیوار مقابل شدم. موریان نگاهش متوجه تابلوی نقاشی شد که یک افسر نیرو دریایی را که تلسکوپی در دست داشت نشان میداد و سپس گفت آره واقعا قشنگه و به نظر خودم تنها چیز زیبای این خرابه همینه. خودمون زیاد مطمئن نیستیم ولی ظاهراً کار گینگزبورو باشه. موریان سامرهیس آهی کشید و در ادامه سخنانش گفت ولی هر چقدرم که بیارزه جانی هرگز اونو نمیفروشه. این تابلو تصویر پدر بزرگشه. نمیدونم شایدم چند تا اونورتر که گویا تو نبردی خیلی شجاعانه میجنگه و آخرش هم با همین کشتی غرق میشه. جانی خیلی به اون افتخار میکنه. پوارو با مهربانی خاصی گفت بله متوجهم. جای خوشوقتیه که شوهر شما چیزی داره که میتونه به اون افتخار بکنه و این مهمه. 4 ساعت 3 بعد از ظهر بود که پوارو به منزل دکتر رندل رسید. نهار خوراک گوشت خرگوش همراه با اسفناج و سیب زمینی خورده بود و به دنبال آن پودینگ خیلی مخصوصی که این بار خوشبختانه نسوخته ولی خیلی شل بود و اینطوری که موریان میگفت مثل این که آب توی آن ریخته شده و بعدش هم یک فنجان آب زیپو به نام قهوه و احساس میکرد که حالش اصلا خوب نیست. درب منزل را خانم اسکات کلفت پیر و قدیمی دکتر رندل باز کرد و پوارو به او گفت که قصد دارد خانم رندل را ملاقات کند. خانم رندل در اتاق نشیمن نشسته و به رادیو گوش میداد و به محض ورود پوارو به داخل اتاق رویش را برگرداند و به مهمان تازه وارد نگاه کرد. پوارو تغییری در حالت و قیافه خانم رندل مشاهده نکرد. همانی بود که دیدار اول نیز دیده و احساس کرده بود. نگران، گوش به زنگ و هراسان از دیدن پوارو و یا هراسان از مأموریتی که پوارو به عهده داشت. به هر حال تا حدودی رنگ پریده تر و مبهمتر به نظر می رسید. ضمن آنکه پوارو مطمئن بود لاغرتر نیز شده است. لحظاتی در سکوت گذشت و سرانجام پوارو به حرف در آمد و گفت خانم محترم، غرض از مزاحمت این بود که یه سوالی از شما بپرسم. سوال؟ بله حتما بفرمایید. میخواستم بپرسم که آیا خانم آپوارد در اون شب بخصوص و قبل از اینکه به قتل برسه به شما تلفن کرد؟ خانم رندل بدون اینکه حرفی بزند همینطور که خیره به پوارو نگاه میکرد سرش را به علامت تایید تکان داد. چه ساعتی؟ خب خانم اسکات پیغامو گرفت. به هر حال فکر میکنم حدود ساعت 6 بعد از ظهر بود. پیغام چی بود؟ از شما خواهش شده بود که به منزل ایشون برید؟ بله، ایشون به خانم اسکات گفته بودن که خانم اولیور و پسرشون روبین به کیلچستر میرن. ضمن اینکه شب مرخصی هفتگی کلفتشون ژانت هم بوده. به خاطر همین ایشون تنها میمونن و اگه ممکنه من به منزل ایشون برم تا ایشون تنها نباشن. ساعت به خصوص هم تعیین کرده بودن آیا؟ بله، بعد از 9 شب. و شما رفتید؟ خب خیلی دلم میخواست برم، واقعا دلم میخواست، ولی نمیدونم چطور شد که اون شب بعد از شام بدجوری خوابم برد و وقتی که از خواب پریدم دیدم که ساعت 10 شبه و فکر کردم دیگه خیلی دیر شده. ولی راجع به این تلفن و این پیغام حرفی به پلیس نزدید، درسته؟ چشمان خانم رندل به گونه‌ای گرد شد که حالت بیگناهی کودکانه ای را در بیننده تداعی می‌کرد و همینطور که خیره شده بود گفت فکر می‌کنید حتما باید میگفتم آقا؟ آخه من که نرفته بودم و فکر کردم اهمیتی هم نداره. البته حتی تا حدودی احساس گناه هم میکنم چون فکر میکنم اگه رفته بودم شاید ایشون هم نمیمرد و الان زنده بود آقای پوارو. خانم رندل در اینجا ناگهان نفسش را حبس کرد و با هیجان خاصی گفت کاش که اینجوری نمیشد آقا. ولی پوارو در جواب گفت نه این حرفو نزنید خانوم. و بعد لحظه ای سکوت کرد و آنگاه سرش را آورد جلو و با لحن قاطعی گفت خانم محترم، فقط بفرمایید چه چیز شما را اینقدر ترسونده و به وحشت انداخته؟ خانم رندل به تندی گفت ترس؟ وحشت؟ اشتباه میکنید. من از چیزی نمیترسم آقا. ولی شما خیلی میترسید. چه مزخرفاتی. چرا باید از چیزی بترسم آخه؟ پوارو لحظه ای سکوت کرد و سپس در جواب گفت هیچی.
همینطوری فکر کردم که شاید شما از من میترسید. خانم رندل جوابی نداد، ولی چشمانش به طرز غریبی باز و گرد شد و متعاقباً سرش را به علامتی از بی‌اعتنایی آهسته آهسته تکان داد. 5. کمیسر اسپنس گفت: اینجور که ما داریم پیش میریم بعید نیست سر و کار خودم به زندان بدلم بیفته. ولی پوارو با لحنی حاکی از دلداری گفت: نه دوست من، ناراحت نباش، اینقدرام بد نیست. اینا همه حرف. نگاه کنید، هر چیزی که به دست میاریم و هر چیزی که میشنویم کار ما رو مشکل تر میکنه و کرده. و تازه حالا هم خود شما میگید که خانم آپوارد اون روز بعد از ظهر به 3 زن تلفن کرده و پیغام میده که اون شب به دیدنش برن. چرا 3 نفر؟ مگه خودش نمیدونست کدوم یک از این 2 زن لیلی گمبله؟ یا اینکه نکنه این موضوع اساساً ارتباطی به ماجرای لیلی گمبل نداره؟ یه نگاه به این کتاب که اسم اولین هوپ روی اون نوشته شده بنداز. به ما چی میگه دقیقاً؟ به ما میگه که خانم آپوارد و اوا کین هر دو یکی بودن و شخص واحدی هستن. اینطور نیست؟ بله، جیمز بنتلی هم بعد از شنیدن حرفای خانم مکگینتی همین عقیده رو داشت. ولی مثل این که گفتید زیاد مطمئن نبود. بله، زیاد مطمئن نبود. برای آدمی مثل بنتلی محاله که از چیزی مطمئن باشه. مضافاً به اینکه با دقت و توجه به حرفای مکگینتی گوش نداده بود. به هر حال حتی آدمی مثل جیمز بنتلی هم با شنیدن حرفای مکگینتی خانم آپوارد رو تداعی و به یاد می آورد که میتونه حدس درستی باشه. البته انسانها در این موارد کمتر اشتباه میکنن. کمیسر اسپنس صحبت او را به اوا کین کشاند و گفت: بر طبق آخرین اطلاعاتی که ما از استرالیا دریافت کردیم، یادت باشه اوا کین به استرالیا رفت نه آمریکا. خانم اولین هوپ مورد بحث 20 سال قبل در استرالیا مرده. پوارو در جواب گفت: بله، قبلا از این موضوع اطلاع داشتم. مثل اینکه شما همیشه قبلا از همه چیز باخبرید. اینطور نیست موسیو پوارو؟ پوارو این زخم زبان را زیر سیبیلی رد کرد و گفت: با این حساب یه طرف قضیه خانم اولین هوپی رو داریم که 20 سال قبل در استرالیا مرده و طرف دیگه خانم آپوارد، بیوه یک کارخونه‌دار ثروتمند از مناطق شمالی کشور. خانم آپوارد با شوهرش در نزدیکی‌های شهرستان لیدز زندگی می‌کرده که صاحب یه پسرم میشن. مدت کوتاهی بعد از تولد این پسر شوهرش فوت میکنه. پسری که خدا به اونا میده از بدو تولد به بیماری سل مبتلا بوده و بعد از مرگ شوهرش قسمت اعظم زندگیشو به همراه پسرش در خارج از کشور میگذرونده. خب داستان این یکی که اینجاست چطور شروع میشه؟ داستان 4 سال بعد از اینکه اوا کین انگلستان رو ترک میکنه شروع میشه. آقایی به نام آپوارد همسر آیندهشو در خارج از کشور ملاقات میکنه و وقتی که به هر حال ازدواج میکنن اونو با خودش به انگلستان میاره. به این ترتیب خانم آپوارد میتونه همون اوا کین باشه. اسم خودش چی بود؟ تا اونجایی که من میدونم هارگریوز، ولی دونستن اسم خودش چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ بله، چه فایده؟ اوا کین و یا همین خانم اولین هوپ که ظاهراً میبایه سالیان قبل در استرالیا مرده باشه، شاید هم نمرده و بعداً به طریقی یه زن دیگر رو که فوت کرده بوده به نام خودش جا میزنه و خودش هم بعد از اون اسم دیگه‌ای نظیر همین هارگریوز روی خودش میذاره و برای ازدواج آماده میشه. اسپنس در جواب اظهار داشت: مشکل به نظر میرسه. فراموش نکنید که ماجرا به گذشته خیلی دوری مربوط میشه. حالا گیرم که حرفای شما صحیح بوده و گیرم که عکسی هم از خودش نگه داشته و گیرم که این عکس رو خانم مکگینتی هم دیده باشه. آخرش چی؟ نتیجه این فرضیات این میشه که مکگینتی رو حتما اون کشته. بله، این احتمال هم وجود داره. روبین آپوارد اون شب برنامه رادیویی داشته. خانم رندل هم گفت که اون روز بعد از ظهر به دیدن خانم مکگینتی رفته بوده، ولی هر کاری که میکنه کسی جواب نمیده. از طرفی خانم سویتمن به نقل قول از طرف ژانت گروم کلفت پیر و قرقروی آپواردا میگه که خانم آپوارد برخلاف اونچه که شایع بوده و خودش هم نشون میداده فلج نبوده. خب پوارو، همه اینا به جای خودش، ولی
واقعیت اینه که خود این خانمم به قتل رسید، اونم بعد از اینکه عکس به خصوصی رو شناسایی میکنه. و حالا شما میخواید بگید که این دو جنایت ربطی به هم دیگه ندارن؟ اوه نه، من همچین چیزی نگفتم دوست من. این دو جنایت با هم مربوطن و شکی هم در اون نیست. من که دیگه خسته شدم واقعا. اولین هوب کلید معما در این اسمه. ایو کارپنتر چطور؟ پس به حساب شما ایو کارپنتر لیلی گمبل نیست، بلکه دختر اوا کینه ها؟ ولی به هر صورت مادر خودشو که به قتل نمیرسونه. نه منظورم مادرکشی نیست دوست من. تو چه ابلیسی هستی پوارو؟ چیزی نمونده که بگی اوا کین، لیلی گمبل، جانیس کورتلند و ورا بلیک همه توی براتهینی زندگی میکنن. خب بیشتر از 4 نفر باید باشن. اوا کین تنها پرستار آلفرد گرگ نبود، بلکه دایه بچه هم بوده. خب این چه ربطی به موضوع داره؟ دایه وقتی استخدام میشه که حداقل یه بچه‌ای وجود داشته باشه. باید بفهمیم چه بلایی سر بچه و یا بچه‌های آلفرد گریگ اومده. تا اونجایی که من یادم میاد یه دختر و یه پسر داشت که یکی از بستگانش اونا رو با خودشون برد. پس باید 2 نفر دیگه به لیست خودت اضافه بکنی دوست من. 2 نفر که احتمالاً عکسی رو به خاطر دلیل سوم یعنی انتقام نگه داشتن. ولی اسپنس در جواب گفت من که اصلا باورم نمیشه. پوارو آهی کشید و گفت ولی به هر حال بهتره تمام احتمالات رو در نظر بگیریم. من به شخصه فکر میکنم که به حقیقت ماجرا پی بردم. فقط یه موردی هست که هنوز داره منو گیج میکنه. اوه خوشحالم که بالاخره چیزی پیدا شد که شما رو گیجم بکنه. حالا اسپنس دوست عزیزم به من بگو ببینم آیا اوا کین قبل از اینکه آلفرد گریگو اعدام بکنن از انگلستان خارج شد؟ بله درسته. و در اون موقع آبستن و منتظر وضع حمل بود؟ خب بله بازم درسته. پوارو در اینجا با حالتی از تعجب گفت اوه خدای من چقدر احمق بودم. چه ماجرای ساده و راحتی. اینطور نیز اسپنس؟ به دنبال این حرف پوارو چیزی نمانده بود که جنایت سومی هم صورت بگیرد. کشته شدن هرکول پوارو به دست کمیسر اسپنس از کلانتری کیلچستر. هرکول پوارو پس از تماس با مرکز به اپراتور اظهار داشت من میخوام با خانم آریادن اولیور در لندن صحبت بکنم. ولی ارتباط تلفنی با خانم آریادن اولیور کار آسانی نبود. ظاهرا ایشان مشغول کار بودند و کسی اجازه نداشت مزاحمشان بشود. به هر حال پوارو از اصرار خود دست بر نداشت و لحظاتی بعد صدای خانم اولیور که نفس میزد و تا حدودی هم عصبانی به گوش میرسید و او گفت چی شده؟ چه خبره؟ حالا نمیشد بعداً تلفن کنی؟ فکر جالبی برای یه داستان جدید به سرم زده بود و داشتم روی اون کار میکردم. مهیج‌ترین ماجرای جنایی که توی یه بزازی اتفاق میفته. از اون بزازی‌های قدیمی که علاوه بر پارچه انواع لباسای مسخره و آستین بلند عهد بوق هم میفروشن. ولی پوارو کماکان با همان حالت خونسردی که داشت در جواب گفت من نمیدونم راجع به چی صحبت میکنید، ولی در هر صورت موضوعی که باید عرض کنم به مراتب از این داستان مهمتر و با اهمیت تره. و امکان نداره. منظورم اینه که برای من مهم نیست هستن. من تا وقتی که این فکر و این ایده رو روی کاغذ نیارم و طرح اولیه این داستان رو ننویسم به هیچ چیزی توجه نمی کنم آقای پوارو. ولی هرکول پوارو بدون توجه به اظهارات خانم اولیور و قدرت خلاقانه ملال‌انگیز ایشان مؤکدانه و با تحکم سوالاتی نمود که باعث بهت و حیرت خانم اولیور شد و با حالتی از نامطمئنی در جواب گفت بله همون تئاتر جای کوچیکیه، تئاتر کوچیک. نه بابا اسم دیگرشو نمیدونم. کدوم یکی؟ آهان اونی که اون دور ایستاده بود سیسیل بود. سیسیل نمیدونم چیشی. آره دیگری هم که من با اون صحبت میکردم مایکل بود. مایکل آره. او عالی شد. فقط همینا باقی مونده بود که باید میدونستم. ولی چرا سیسیل و مایکل؟
اینا رو فراموش کنید خانم عزیز. بهتره تا دیر نشده برگردید به مغازه بزازی و به لباسای قدیمی آستین بلند برسید. ولی خانم الیور با حالتی از تأکید در جواب گفت نمیدونم چرا این دکتر رندل رو دستگیر نمی‌کنی. اگه من رئیس اسکاتلند یارد بودم 1 دقیقه معطل نمی‌کردم. بله احتمالاً این کارو می‌کردید. به هر حال امیدوارم در جنایت مغازه بزازی موفق باشید. به هر حال خانم الیور با افسردگی خاصی گفت تمام داستان از سرم پرید. همش هم تقصیر شماست آقای پوارو. به کلی از بین رفت. پوارو یک دنیا معذرت خواست و پس از خداحافظی گوشی را در جای خودش گذاشت و همینطور که میخندید رو کرد به کمیسر اسپنس و گفت خب حالا دیگه میتونیم بریم دوست عزیز من. شاید ترجیح میدید خودم تنها برم چون میدونید که باید این برنامه رو اجرا بکنم دیگه. باید برم به تئاتر کوچک در کالنکویی و با بازیگر جوانی به نام مایکل که رول چندان مهمی هم نداره چند کلمه صحبت بکنم. فقط خدا میکنم همون مایکلی باشه که من دنبالشم. کمیسر اسپنس با حالتی شبیه آتشفشان در شرف فوران گفت آخه من نمیفهمم چرا. ولی پوارو با مهارت خاصی و به منظور جلوگیری از این انفجار قریب الوقوع حرف کمیسر اسپنس را قطع کرد و گفت دوست عزیز من، هیچ میدونی معنی راز عمومی خصوصی چیه؟ کمیسر اسپنس در حالی که خشم و غضب از سر و رویش میریخت با حالتی پرخاشگرانه گفت فقط مونده بود که زبان فرانسه هم تدریس بکنید. راز عمومی خصوصی یعنی رازی که همه ظاهراً فکر میکنن و همه از اون خبر دارن، ولی کسانی هم حتما خواهند بود که از این راز بی اطلاع هستن، با این تفاوت که هرگز هم با خبر نمیشن. حالا چرا؟ چون همونطور که اول گفتم همه فکر میکنن که همه خبر دارن و دلیلی نداره که اونو دوباره به هم دیگه بگن. اصلا چرا نیاز باشه راه دوری بریم؟ اومدیم و من از راز به خصوصی آگاه شدم و بنا به دلایلی فکر میکنم که شما مطمئناً از این راز آگاهید. با این حساب دلیلی نداره که اونو مجدداً مطرح و با شما گفتگو بکنم. کمیسر اسپنس با همان حالت قبل در جواب اظهار داشت خودم هم نمیدونم که چطور همینطور نشستم و دارم شما رو تماشا میکنم. 1. دادگاه مقدماتی پایان یافت. بر مبنای رأی این دادگاه قاتل و یا قاتلین شناخته نشدند. وقتی که دادگاه خاتمه یافت، هرکول پوارو تمام کسانی را که به عنوان شاهد و یا به منظور ادای توضیحات در دادگاه شرکت کرده بودند به مهمانسرای لانگ میدو دعوت کرد. پوارو با پشتکار و صبر و حوصله زیاد سرانجام موفق شده بود نظم و ترتیبی به اتاق نشیمن مهمانسرا بدهد. تمام صندلی‌ها تمیز و مرتب و به صورت نیم دایره بزرگی چیده، سگ‌های مرین هم با زحمت و مشقت زیادی از این اتاق خارج و در جای دیگری بسته شده بودند. پوارو خود با حالتی شبیه اساتید دانشگاه در انتهای اتاق در جایی که تمام مهمانان را زیر نظر داشت و به آنها مسلط بود قرار گرفت. لحظاتی در سکوت کامل به میهمانان خیره و پس از اینکه مطمئن شد همگی سراپا گوش هستند سینه‌اش را صاف نمود و شروع کرد. خانم‌ها و آقایان، و به دنبال مکسی کوتاه ناگهان و بدور از انتظار چنان جملات شعرگونه‌ای به لب آورد که همه را غرق در بهت و حیرت فرو برد. مکگینتی مرده؟ چطوری مرده؟ رو زانوهاش اینطوری. مکگینتی مرده؟ چطوری مرده؟ دستشو گرفت اینطوری. مکگینتی مرده؟ چطوری مرده؟ اینطوری. با مشاهده چهره‌های شگفت‌زده مهمانان در ادامه سخنان خود گفت نه مطمئن باشید که دیوونه نشدم و خدای نخواسته فکر نکنید که مجدداً به دوران کودکی برگشتم. منظورم فقط این بود که شعری کودکانه که مربوط به یه بازی کودکانه میشه رو تکرار بکنم و به خاطرتون بیارم. شاید بعضی از شماها وقتی بچه بودید این بازی رو کرده باشید. خانم آپوارد مطمئناً این بازی رو میدونست و از بچگی هم با اون آشنا بود و بازم ایشون بود که مجدداً این شعر رو برای من تکرار کرد. البته با یه تفاوت. خانم آپوارد
در بند آخرش میگفت که مکگینتی مرده، چطوری مرده؟ خودشو انداخت وسط مثل من. بدبختانه همین بود و همینم شد، چون ایشونم مثل خانم مکگینتی خودشو انداخت وسط و در نهایت مثل خانم مکگینتی هم جانشو از دست داد. برای اینکه به کنه ماجرا پی ببریم بایست به عقب برگردیم و از اول شروع بکنیم و قدم به قدم بیایم جلو. یعنی از خانم مکگینتی که روی زانوهاش خم شده و کف خونه های دیگران رو میساییده. خب خانم مکگینتی به قتل میرسه و مردی به نام جیمز بنتلی به اتهام قتل اون دستگیر، محاکمه و محکوم میشه. به هر حال کمیسر اسپنس که خودش مسئول این پرونده هست بنا به دلایل خاصی از محکومیت جیمز بنتلی راضی نبوده و علیرغم مدارک قوی و محکمی که وجود داشته نسبت به گناهکار بودن اون به شک و شبهه میافته. دلایل ایشون هم منو قانع کرد و متقاعد کرد و به همین منظور به براتهینی اومدم تا جواب سوالاتی نظیر خانم مکگینتی چطوری مرد و چرا مرد رو پیدا بکنم. دلیلی نداره که با ذکر جزئیات وقتتون رو بگیرم و سرتون رو درد بیارم. فقط به همین اکتفا میکنم که با آگاهی از خریدن یه شیشه جوهر ناقابل و ناچیز سرنخ این ماجرای پیچیده رو به دست آوردم. در یک شماره از هفته‌نامه ساندی کمپانیون، شماره‌ای که در آخرین یک شنبه عمر خانم مکگینتی بر حسب عادت هفته‌نامه ساندی کمپانیون رو میخونده و لذا به همین مورد بسنده میکنم که خانم مکگینتی یکی از این عکس‌ها رو میشناسه. حالا چرا؟ چون به خاطر میاره که این عکس رو قبلا در یکی از خونه‌هایی که برای کار میرفته دیده. خانم مکگینتی در این مورد با جیمز بنتلی صحبت میکنه و یه حرفایی هم بهش میزنه. حال اینکه جیمز بنتلی فقط گوش میداده ولی توجهی به حرفای اون نداشته، نه اون موقع و نه بعد. به هر حال حتی با اینکه فقط همینطوری گوش میکرده، از محتوای کلام خانم مکگینتی حدس میزنه که موضوع صحبت راجع به عکسی در منزل آپواردها بوده و لذا وقتی خانم مکگینتی به زنی مغرور و افاده‌ای اشاره میکنه، جیمز بنتلی متوجه خانم آپوارد میشه و ایشون رو توی ذهنش تصور میکنه که البته اظهارات جیمز بنتلی چنان واقعیت مستدلی نبود که بشه روش حساب کرد. به هر حال اونچه که مسلمه خانم مکگینتی ضمن اشاره به شخصیت مورد نظرش یه لغاتی نظیر مغرور و افاده‌ای رو به کار میبره و همونطور که همه ما میدونیم خانم آپوارد هم به راستی زن مغرور و متکبری بود. بازم همونطور که همه شما میدونین، البته اکثرا حضور داشتید و اونایی هم که غایب بودن حتما به گوششون رسیده که در شب مهمونی خانم آپوارد من این عکس‌ها رو نشون دادم. در یه لحظه از حالات غیر مترقبه خانم آپوارد که اونم لحظه‌ای بیشتر طول نکشید فهمیدم که یکی از عکس‌ها رو شناخته و مجبور بود تایید کنه چون متوجه شد که من فهمیدم. لذا بعداً اظهار کرد که یکی از عکس‌ها رو قبلا در جایی که به خاطر نمیاره دیده و وقتی که از ایشون سوال کردم کدوم عکسه، ایشون به عکس لیلی گمبل کوچولو اشاره کرد. ولی بذارید حقیقت رو من به شما بگم. خانم آپوارد از ابراز حقیقت خودداری کرد. ایشون بنا به دلایلی که برای خودشون داشتن ترجیح دادن که این راز و این شناسایی پیش خودشون باقی بمونه و به همین دلیل عمدن به عکس دیگه اشاره کردن که به خیال خودشون منو گول زده و گمراه بکنن. خب شاید من گول خوردم و گمراه هم شدم، ولی یه نفر حضور داشت که گول نخورد و گمراه هم نشد. قاتل. بله قاتل. یه نفر در اون جمع حضور داشت که آنن فهمید منظور اصلی خانم آپوارد کدوم عکس بوده. بیش از این معطلتون نمی کنم. عکسی که خانم آپوارد شناخت عکس اوا کین بود، زنی که تحت عناوین مختلفی از قبیل همکار، همدست، قربانی سر و صدای زیادی در پرونده جنجالی آلفرد گرگ به راه انداخت. عصر فردای اون روز خانم آپوارد به قتل رسید. به همون دلیلی که خانم مکگینتی هم قبلا به قتل رسیده بود. حالا چرا؟ چون زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. هر دو پریدن وسط و حرفایی که نباید میزدن و زدن. و حالا میرسن به شب حادثه.
در اون شب و قبل از اینکه خانم آپوارد به قتل برسه 3 نفر از خانم‌های ساکن براتینی، خانم کارپنتر، خانم رندل و دوشیزه هندرسون پیام تلفنی مشابهی از منزل خانم آپوارد دریافت میکنن که همون شب به ملاقات خانم آپوارد به منزل ایشون برن. اون شب مرخصی هفتگی ژانت کلفت منزل بوده، ضمن اینکه پسرش روبین و خانم اولیور هم برای تماشای نمایش به تئاتر کوچک در کالنکویی میرفتن. لذا چنین به نظر میرسه که خانم آپوارد لابد میخواسته صحبتی خصوصی با تک تک این خانم‌ها داشته باشه و با توجه به خلوت بودن خونه بهترین موقعیت برای این خواسته اون فراهم شده بود. در اینجا سوالات عمده‌ای مطرح میشه. چرا 3 زن؟ آیا خانم آپوارد به یاد آورده بود که عکس اواکین رو قبلا کجا دیده؟ یا اینکه مطمئن بود دیده ولی جای اونو نمیدونست؟ آیا وجه مشترکی بین این 3 زن وجود داشت؟ نه، ظاهراً وجه مشترکی وجود نداره. ولی چرا؟ هر 3 حدوداً 30 سالن. احتمالاً شما هم مقاله هفته‌نامه ساندی کمپانیون رو خوندید. عکسی از اواکین حامله چاپ شده بود که به راستی احساسات خواننده رو برمیانگیخت و وادار میکرد از خودش سوال بکنه که چه بلایی سر دختر بیگناه این زن اومده و سرنوشت اون به کجا کشونده شده. ولی میبینیم که خانم آپوارد از 3 زنی دعوت کرده که سن و سال اونا با سن و سال دختر اواکین مطابقت میکنه. پس به نظر میرسه در حال حاضر خانم جوانی در براتینی زندگی میکنه که همون دختر اواکین معروف بوده که پدرش هم آلفرد گریگ جانی سنگدله و بازم به نظر میرسه که این خانم جوان به منظور جلوگیری از برملا شدن این راز سر به مهر و ممانعت از افشا شدن هویت واقعی خودش حاضر هر کاری رو عملاً انجام بده، حتی جنایت، و اونم 2 بار. و برای همین هم بود که در جلوی جسد بیجان خانم آپوارد 2 فنجان قهوه قرار داشت که هر 2 مورد استفاده قرار گرفته بودن، ضمن اینکه فنجان مهمان نیز به رژ لب آغشته بوده. خب حالا برگردیم سراغ این 3 خانم که پیام‌های تلفنی دریافت کرده بودن. خانم کارپنتر دریافت پیامو تایید میکنه ولی میگه تمایلی به رفتن نداشته و نمیره. خانم رندل تمایل داشته که بره ولی روی صندلی خوابش میبره. ظاهراً فقط دوشیزه هندرسون بوده که میره، ولی ایشون هم میگه که خونه کاملا تاریک بوده و چون هیچکس جواب اونو نمیده اونم به خونش برمیگرده. خب اینم از اظهارات این 3 خانم. به هر حال مدارک و شواهدی وجود داره که مغایر این اظهاراته. به عنوان مثال فنجان آغشته به رژ لب، دوشیزه ادنا که مطمئن خانومی با موهای روشن رو دیده که اون شب وارد منزل آپواردها شده. مهمتر از همه بوی عطر قوی که تمام خونه رو گرفته بوده و عطر گرون قیمتی که فقط خانم کارپنتر استفاده میکنه. در اینجا ایو کارپنتر حرف او را قطع کرد و فریاد زنان گفت این دروغه، یه دروغ و تهمت عمومی. اون عطر من نبوده. من پامو تو اون خونه نذاشتم، چه برسه به این که منزل آپوارد رفته باشم. گامی تو همینطوری ایستادی و داری به این تهمت‌ها گوش میدی؟ گامی کارپنتر که از عصبانیت سفید شده بود گفت موسیو پوارو، بهتره بدونید که من میتونم به خاطر این اتهام بیمورد بر علیه شما اعلام جرم بکنم، ضمن اینکه همه کسایی که اینجا حضور دارن هم شهادت میدن. به نظر شما گفتن این که خانم شما عطر به خصوصی و یا رژ لب به خصوصی استفاده میکنن تهمت و افتراءه؟ ایو کارپنتر مجددا فریاد زد و گفت این مسخره است، واقعا مسخره است. خب هر کسی میتونست چون این عطر رو به در دیوار اون خونه بپاشه. به دنبال این حرف پوارو به طرف ایو کارپنتر برگشت و با احترام خاصی به او گفت براو، دقیقاً همینطوری که میفرمایید. هر کسی میتونست این کار رو انجام بده. گویا این که خیلی بدیهی و خیلی هم ناشیانه بود. اونقدر ناشیانه که به نظر من نتیجه‌ای که میبایست از این کار عایدش میشد اونم از بین برد. مهمتر از همه این که منو به تفکر واداشت. تفکری که به نوبه خودش به من ایده داد. بله، ایده های خاصی که بعداً راهنمای من شد. بوی عطر و فنجون آغشته به رژ لب، ولی پاک کردن رژ لب از روی فنجون که کار مشکلی نیست.
من به شما اطمینان میدم که خیلی راحت و به سادگی پاک میشه و ذره‌ای از اون باقی نمیمونه. حتی با شستشو با آبم پاک میشه. پس چه دلیلی داشت که رژ لب باقی بمونه و پاکم نشه؟ کسی هم خونه نبوده که از چیزی خبردار بشه. به هر حال فنجان کماکان با رژ لبی که میتونه پلیس رو راهنمایی بکنه آغشته باقی میموند. اینا چراهایی بود که من داشتم از خودم سوال میکردم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که تعمدی در کار بوده. یه تعمد در زنانه جلوه دادن این جنایت. به عبارت دیگه تعمد در وانمود کردن این که این جنایت توسط یه زن انجام شده. در اینجا بود که مجدداً پیام‌هایی که این 3 زن دریافت کرده بودن به یادم اومد و متوجه شدم هیچ یک از اونا مستقیما و شخصاً پیغامو دریافت نکردن. به عبارت دیگه هیچ کدوم از اونا شخصاً با خانم آپوارد صحبت نکردن. پس احتمال داره که اصلاً خانم آپوارد نبوده که تلفن کرده و حتما شخص دیگه‌ای بوده. کسی که سعی داشته به هر طریق ممکن پای یه زن و میون این ماجرا بکشه و ترتیبی بده که سوء ظن فقط متوجه این زن بشه. زن به خصوصی هم مطرح نبوده و هر زنی میتونسته باشه و در اینجا بود که به این نتیجه کلی رسیدم. قاتل خانم آپوارد یه زن نبوده بلکه یه مرده. در اینجا نگاهی به حضار انداخت که همه ساکت و سراپا گوش نشسته و فقط ایو کارپنتر آهی کشید و گفت خب این شد یه حرف منطقی. و خانم الیور هم در جواب او اظهار داشت البته که منطقیه. هرکول پوآرو به سخنان خود ادامه داد و گفت حالا دیگه مطمئنم که قاتل خانم آپوارد یه مرده، همون مردی که قبلا خانم مکگینتی رو به قتل رسونده. حالا باید دنبال این مرد رفت، ولی کدوم مرد؟ به هر حال خانم مکگینتی و خانم آپوارد هر دو به یه دلیل و در رابطه با یه عکس کشته شدن. سوال اول این که این عکس الان پیش کیه؟ و سوال دوم برای چی تا به حال نگهداری شده؟ خب به نظر میاد که زیادم مشکل نباشه دوستان. میشه گفت که صرفاً از روی احساسات و عاطفه اونو حفظ و نگه می داشته و حالا هم که خانم مکگینتی رو از سر راه برداشته دلیلی نداره که این عکسم پاره بکنه و از بین ببره. اما با جنایت دوم موضوع خیلی خیلی فرق میکنه، برای اینکه این بار ثابت شده که قتل خانم آپوارد دقیقاً در رابطه با این عکس بوده. پس نگه داشتن اون خطرناکه. بنابراین مطمئناً شما هم با من موافقید که این عکس میبایست از بین رفته باشه. در اینجا حضار نیز در تایید حرف او سرشان را تکان دادند و پوآرو هم ادامه داد و گفت ولی برخلاف اونچه که ما تصور کردیم این عکس نه پاره شده و نه از بین رفته. نه خیر، اصلاً و ابداً، و من مطمئنم چون خودم پیداش کردم، اونم چند روز پیش تو این خونه و همینجا تو یکی از کشوهای گنجه‌ای که اون طرف اتاق قرار داره و الانم پیش خودمه. متعاقباً عکسی از جیبش درآورد و بالا گرفت و به همه نشان داد. عکس دختر جوانی که زورکی میخندید و دست گل روزی نیز به سینه گرفته بود و سپس ادامه داد و گفت بله این عکس همون اواکین معروفه. در پشت این عکس جمله کوتاهی در 2 حرف با قلم نوشته شده. الان براتون میخونمش. مادر من. در اینجا چشمان هرکول پوآرو گرد شد و با حالتی که گویی مخاطب را متهم می‌کند به موریان سامرهیس خیره شد. موریان سامرهیس موهایش را از صورتش به عقب زد و همینطور که او هم با شگفتی و تعجب زیاد به پوآرو خیره شده بود گفت من اصلا نمیفهمم. من هرگز. بله خانم سامرهیس شما نبایدم بفهمید. نگه داشتن این عکس اونم بعد از جنایت دوم فقط 2 تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی به خاطر همون احساسات و عواطف معصومانه، چون احساس گناهی به شما دست نداده بود و لذا دلیلی نداشت که عکسو از بین ببرید. شما خودتون در منزل آپوارد اعتراف کردید که دختر سر راهی بودید و فکر نمی کنم حتی اسم مادر حقیقیتونم بدونید، ولی یک کسی ظاهراً میدونه، کسی که به نام و فامیل خودش مغرور بوده و مباهاتم میکنه، غروری که اونو وادار کرده به خونه آبا و اجدادی خودش بچسبه و اونو ول نکنه، غروری که نیاکان اونم داشتن و نسل به نسل به همدیگه انتقال دادن.
چون این مردی ترجیح میده بمیره تا اینکه همه دنیا بفهمن که موریان سامرهیس دختر اوا کین و آلفرد گریگ قاتل بدنامه. این مرد همونطور که گفتم حاضر بمیره، ولی چرا بمیره؟ با این کار مسئله‌ای حل نمیشه. پس بهتره که بکشه و برای همینی که باید بگم به جای اون مرد مغروری که اشاره کردم باید سراغ مرد دیگه‌ای بریم، مردی که تصمیم داره بکشه و آماده قتلم هست. جانی سامرهیس از صندلی خود بلند شد و با لحنی خیلی آرام و تا حدودی دوستانه گفت: پرت و پلا حرف میزنی و ظاهراً از چرت و پرتایی هم که میگی لذت میبری. تئوری، فرضیه، اونم راجع به همسر من. و در اینجا مثل آتشفشان خاموشی ناگهان فوران کرد و فریاد زنان گفت: چطور جرأت میکنی خوک کثیف؟ و به دنبال این حرف با چنان سرعتی به طرف پوآرو دوید که همه را غافلگیر کرد. پوآرو به موقع خودش را کنار کشید، ولی قبل از اینکه جانی سامرهیس به او برسد، کمیسر اسپنس بین او و سامرهیس ایستاده بود و گفت: نه سرهنگ سامرهیس، حالا شما کوتاه بیاید. جانی سامرهیس تا حدودی به اعصاب خود مسلط شد و تکانی به شانه‌های خود داد و گفت: خیلی متاسفم، ولی قبول کنید که خیلی مسخره است، چون هر کسی میتونست این عکس توی کشوی این گنجه بذاره. به دنبال این حرف پوآرو با حالت تحسین آمیزی به اون نگاه کرد و گفت: دقیقاً، و جالب اینجاست که هیچ اثر انگشتی روی این عکس دیده نمیشه. سپس لحظه‌ای مکث کرد و با مهربانی محسوسی گفت: در صورتی که اگه این عکس متعلق به خانم سامرهیس بود، ایشون به خاطر عشق و علاقه اونو نگه می داشت و طبیعتاً آثار انگشت زیادی هم روی اون باید مشاهده می شد. موریان سامرهیس جیغی کشید و گفت: واه، شما دیوونه شدید. من تا قبل از منزل خانم آپوارد هرگز چشم به این عکس نیفتاده بود. پوآرو در جواب گفت: خوشبختانه منم میدونم که شما دارید حقیقت رو میگید. این عکس لحظاتی قبل از این که من اونو پیدا بکنم عمدن تو این کشو گذاشته شده، برای اینکه اون روز 2 بار کشوی این گنجه باز و تمام محتویاتش هم به زمین ریخت و پخش و پلا شد و 2 بار من شخصا این خرده ریزا رو جمع کردم و توی کشو گذاشتم. بار اول این عکس وجود نداشت، ولی بار دوم چرا؟ پس معلوم میشه که این عکس در فاصله بین 2 ریخت و پاش تو این کشو گذاشته شده و من میدونم چه کسی این کارو کرده. دوستان، با گفتن جمله آخر صدا و حالت پوآرو نیز تغییر کرد. از حالت خارجی ریزه میزه با سبیل فانتزی در آمده و تبدیل به شکارچی ماهری شده بود که در چند قدمی شکار خود قرار گرفته و لحظاتی بعد حتما شکارش را می گرفت. چشمانش شبیه گربه های براق درخشش خاصی پیدا کرده بود و در ادامه سخنانش گفت: این 2 قتل توسط یه مرد انجام گرفته بود و به خاطر پیش پا افتاده ترین و متداول ترین انگیزه‌ای که همیشه مطرحه، پول. بله، پول. در پشت جلد یکی از کتاب‌های موجود در کتابخانه خانم آپوارد نام اولین هوپ نوشته شده. این همون اسمیه که اوا کین بعد از ترک انگلستان روی خودش گذاشت. خب شاید اساساً اسم کوچیک اوا کین همون اولین بوده که به صورت مخفف اوا صداش می‌کردن. در این صورت اولین نامیه که اوا کین به احتمال خیلی زیاد روی بچه خودش گذاشته. اما نکته جالب اینجاست که اولین یه اسم 2 جنسیتیه. منظورم اینه که هم روی دخترها میذارن و هم روی پسرها. خودم هم نمیدونم که چرا و چطور همه فکر میکردن که فرزند اوا کین دختر بوده. شاید هم به خاطر مقاله هفته‌نامه ساندی کمپانیون باشه، ولی حتی هفته‌نامه ساندی کمپانیون هم صراحتاً به این موضوع اشاره نکرده و صرفاً همینطوری و جدی نوشته بود، چون که ظاهراً مقاله رو جالبتر و تا حدودی رمانتیکتر میکرد. مهمتر از همه، اوا کین موقعی انگلستان رو ترک کرد که هنوز حامله بود و با این حساب هیچ کس نمیتونسته حدس بزنه که فرزند اون پسر بوده یا دختر. متاسفانه این همون موردی بود که منو به اشتباه انداخت. خب معلومه آدم وقتی تحت تاثیر مقالات احساساتی و رمانتیک روزنامه ها قرار بگیره، جز اشتباه انتظار دیگه‌ای نمیشه داشت. به هر حال آقای اولین هوپ یعنی پسر اوا کین به انگلستان میاد.
اون حالا دیگه جوون خوشقیافه و با استعدادیه که سرانجام مورد توجه خانم بسیار پولدار و ثروتمندی قرار میگیره که کوچکترین اطلاعی از سوابق این جوان خوشقیافه نداشته و صرفاً داستان غم‌انگیز و دراماتیکی رو باور و قبول میکنه که این جوان خوشقیافه و با استعداد از خودش ساخته و با چرب زبونی مخصوص به خودش تحویل ایشون میده. یه چیزی شبیه این که مادرش با این جوونی در پاریس بوده که بر اثر ابتلا به مرض سل میمیره و اونو تنها و بی سرپرست در این جهان باقی میذاره. از خوششانسی این جوون، این خانم ثروتمندم زن تنهایی بوده که اخیراً تنها پسرش هم از دست داده بوده و لذا جوون خوشتیپ و خوشقیافه و با استعداد جای پسر مرحوم این خانم ثروتمند رو میگیره و اسمش هم روی خودش میذاره. به هر حال اسم حقیقی شما اولین هوپه، اینطور نیست آقای آپوارد؟ روبین آپوارد جیغ و داد زیادی راه انداخت و گفت معلومه که اینطوری نیست. من اصلا نمیدونم شما راجع به چی داری صحبت میکنید. اوه خیلی متاسفم آقای آپوارد، انکار بیفایده است. کسانی هستن که شما رو تحت اسم حقیقی خودتون میشناسن. اسم اولین هوپ در پشت جلد اون کتابم به خط شما نوشته شده و دقیقاً همون دستخطیه که پشت عکس اواکین جمله مادر منو نوشته. خانم مکگینتی وقتی اتاق شما رو رفت و روب میکرد این عکس رو میبینه و بعد از خوندن مقاله ساندی کمپانیون و دیدن همون عکس که به همراه این مقاله چاپ شده بود با شما صحبت میکنه. البته خانم مکگینتی فکر میکنه که این عکس مربوط به خانم آپوارده چون اونو مادر حقیقی شما میدونست، ولی شما میدونستید که اگه این خبر به گوش خانم آپوارد برسه دستتون رو میشه و آینده‌تون هم سیاه میشه. خانم آپوارد تعصب خاصی روی ارث و میراث و تأثیر اون روی نسل‌ها داشت. اون به هیچ وجه نمیتونست قبول بکنه که پسرخوندش فرزند یه جنایتکار معروف و بدنامه و هرگز شما رو به خاطر این دروغ بزرگتون نمیبخشید و محال بود اسمی از شما در وصیت‌نامه خودش بیاره. خب به این ترتیب لازم بود به هر قیمتی که شده خانم مکگینتی خاموش و زبانش بسته بشه. به اون قول میدید که اگه ساکت باشه و حرفی نزنه هدیه خوبی بهش میدید. بعدش هم عصر روز بعد قبل از اجرای برنامه رادیویی به دیدن خانم مکگینتی میرید و وقتی که داخل میشید اونو از پشت اینجوری به قتل میرسونید. در اینجا پوآرو ناگهان قند شکن را که همراه خود آورده بود برداشت و با چنان حدت و شدتی آن را دور سر خود چرخاند و فرود آورد که گویی می‌خواهد مغز روبین آپوارد را متلاشی کند. روبین وحشت زده فریاد زد و گفت نه خواهش میکنم باور کنید که تصادفی بود. حاضرم قسم بخورم به هیچ وجه منظورم این نبود که اونو بکشم، ولی نمیدونم چطوری شد. فکر میکنم عقلمو از دست داده بودم، قسم میخورم. تو فکر کردی که با شستن این قند شکن و گذاشتن اون سر جای خودش همه چیز درست میشه. فکر نکردی که با روش‌های علمی جدید کوچکترین و کمترین لکه خونم قابل شناساییه و با همین روش‌های علمی جدید ضعیفترین آثار انگشتم به نحو بارزی معلوم و مشخص میشه. ولی باور کنید به هیچ وجه قصد کشتنشو نداشتم آقای پوآرو، فقط یه اشتباه بود. به هر حال این تقصیر من نیست. مگه نمیدونید پدر من کی بوده؟ جنایت تو خون من آقا. شما نمیتونید من رو به خاطر کاری که خودم عمدن در اون دخالتی نداشتم اعدام بکنید. کمیسر اسپنس در حالی که از عصبانیت کلمات را میجوید گفت که نمیتونیم ها؟ یه نمیتونیمی نشونت بدم که حذف بکنی. بعد از آن لحن صدایش را عوض کرد و با لحن یک پلیس حرفه‌ای گفت باید به شما اخطار کنم آقای روبین آپوارد که هر چی بگید. حالا دیگر روبین آپوارد در معیت افراد پلیس خارج و آرامش نیز در اتاق نشیمن منزل سامر هیس ها و یا بهتر بگویم مهمانسرای لانگ میدو برقرار شده بود. کمیسر اسپنس رو کرد به پوآرو و گفت ولی اگه راستشو بخواید موسیو پوآرو، با اینکه ماجرا تموم شده ولی هنوز نمیدونم چطور به این نتیجه رسیدید و از کجا فهمیدید که روبین آپوارد قاتله.
پوآرو به اطراف خود نگاهی کرد و از طرز نگاه حاضرین متوجه شد که همه همین سوال را دارند. لبخندی از خوشحالی روی لبانش نقش بست. پوآرو اصولاً علاقه زیادی به توضیح و تشریح کارهای خودش داشت و همیشه از این کار لذت می برد. در اینجا هم پس از لحظه‌ای مکس شروع به سخن کرد و گفت: راستش باید خیلی زودتر متوجه می شدم، ولی کلید حل این معما که ظاهراً خیلی ساده به نظر می رسه جمله‌ای بود که خانم سامرهیس در مهمونی خانم آپوارد ادا کرد. اگه یادم نرفته باشه موریان به روبین آپوارد گفت که من اصلا دوست ندارم دختر خونده کسی باشم. تو چطور روبین؟ کلید اصلی قسمت دوم این جمله بود. تو چطور روبین؟ که فقط یه مفهوم داشت و چیز دیگه‌ای جز این مفهوم نمیتونست داشته باشه. اونم این که خانم آپوارد مادر حقیقی روبین نیست. از طرف دیگه خانم آپوارد شدیداً نگران بود که مبادا کسی به این موضوع پی ببره. پس تمام هم و غمش هم این بود که کسی از این موضوع خبردار نشه. البته نگرانی خانم آپوارد هم بی‌دلیل نبود، چون داستانای شرم‌آور زیادی راجع به زنای مسن ثروتمند و جوانای کم سن و سال خوش قیافه که توی افواه شایعه شنیده بود و ننگ داشت چون این شایعاتی در مورد شخص ایشون هم بر زبانها جاری بشه و به همین دلیل رفتارش با روبین به گونه‌ای بود که همه فکر می‌کردن پسر حقیقی و تنیشه. البته تعداد انگشت شماری هنوز بودن که از این موضوع اطلاع داشتن، به خصوص در تئاتر کوچیک، جایی که خانم آپوارد برای اولین بار روبین رو ملاقات میکنه. خانم آپوارد علیرغم اینکه سالیان درازی در خارج از کشور زندگی کرده بود، هنوز تعداد معدودی دوستای صمیمی توی انگلستان داشت و به همین دلیل سرانجام تصمیم به بازگشت میگیره، ولی نه به موطن اصلیش یعنی یورکشایر، بلکه به گوشه آرام و دورافتاده‌ای مثل برادهینی، جایی که کسی اونو نمیشناخته و از سابقه زندگیش هم اطلاعی نداشته. به همین خاطر بعد از بازگشت و ملاقات دوستان قدیمیش با دقت و ظرافت خاصی موضوع رو مخفی نگه می‌داره و برعکس طوری رفتار میکنه که حتی دوستای قدیمیش هم گول میخورن و روبین و پسر حقیقی و تنی اون میپندارن. به هر حال مسئله از همون اول منو به فکر فرو برد و اون جو و یا حالت غیر طبیعی بود که تو خونه آپوارد ها وجود داشت. نحوه برخورد روبین با خانم آپوارد نه حالت یه بچه لوس و ناز پرورده رو داشت و نه یه پسر فداکار و فدایی. برعکس برخوردی بود که معمولاً اشخاص بیکس و کار با قیم قانونی و حامی خودشون دارن. در برخورد و صحبتاش با خانم آپوارد هیچگاه از حالت بازیگرانه خودش خارج نمی شد و با حالت و لحنی کاملا تئاتری اونو مادر خطاب می کرد. البته خانم آپوارد هم نشون میداد که واقعاً به روبین علاقه‌منده. اما رفتارش ناخودآگاه طوری بود که هر بیننده‌ای احساس می‌کرد که روبین جایزه فوق‌العاده گرون قیمتی بود که خانم آپوارد با صرف زحمات زیاد و مخارج هفتگی به دست آورده. خب کور از خدا چی می‌خواد؟ 2 چشم بینا. روبین به همه چیز رسیده بود، زندگی راحت و مجلل به اضافه پشتوانه محکم و مطمئنی از کیسه پر از پول مامان جون برای انواع کارها و برنامه‌های فانتزی. اما ناگهان طوفانی به نام خانم مگینتی تمام دنیای اونو به هم میزنه و احساس میکنه که کاخ سعادتش در شرف واژگون شدنه. خانم مگینتی فضول در یکی از روزهایی که برای کار به منزل اونا رفته بوده، در ادامه رفت و روب و نظافت اتاق روبین عکسی در یکی از کشوهای گنجه اتاق پیدا میکنه که بلافاصله اونو میشناسه. پشت این عکس جمله مادر من نیز نوشته شده. بله، مادری که خانم آپوارد تا به حال خیال میکرد بالرین جوانی بوده که در اثر ابتلا به مرض سل در پاریس از دنیا رفته. خانم مگینتی پیش خودش فکر میکرد که عکس زمان جوانی خانم آپوارد رو پیدا کرده، چون اونم مثل همه مطمئن بود که خانم آپوارد مادر حقیقی روبینه. من شخصا هنوزم اطمینان دارم که خانم مگینتی به هیچ وجه قصد اخاذی و دریافت حق و سکوت نداشته و به هیچ وجه نمیخواسته این موضوع رو افشا بکنه.
فقط امیدوار بوده که جایزه‌ای به عنوان پاداش بهش بدن، همین. به اعتقاد خانم مکگینتی این عکس مربوط به شایعه‌ای مرده و فراموش شده بوده و درست نمی بود که با زنده کردن اون آبرو و حیثیت خانم مغرور و متکبری به خطر بیفته. به هر حال از نظر روبین آپوارد خانم مکگینتی کماکان یه خطر بالقوه به شمار می رفت که هر آن میتونست کاخ سعادتش رو واژگون بکنه و لذا ضرورت امر قویاً ایجاب میکرد تا هرچه زودتر شر اونو از سر خودش باز بکنه و خیال خودش هم راحت بکنه. در اجرای این برنامه قندشکن رو از منزل بیدر و پیکر سامرهیس ها کش میره. قندشکنی که حتی خانم سامرهیس هم به شوخی بهترین وسیله آدمکشی میدونست. بعدش هم روز بعد سر راه خودش به ایستگاه رادیویی برای اجرای برنامه رادیویی به خونه مکگینتی میره و خانم مکگینتی هم بیخیال و بدون کمترین سوء ظنی اونو به داخل خونه دعوت میکنه. البته به این خیال که لابد اومده تا پاداششو بهش بده. لیکن روبین به محض ورود معطل نمیکنه و با قندشکن کذایی اونو به قتل میرسونه و چون اونم مثل بقیه اهالی براتینی از محل پولای خانم مکگینتی اطلاع داشته، برای اینکه وانمود کنه جنایت به خاطر سرقت پول صورت گرفته، پولا رو از جای خودش بر می‌داره و در محلی در بیرون از منزل پنهان میکنه. بعد جیمز بنتلی در مزان اتهام قرار میگیره و دستگیر میشه. روبین آپوارد هم شاد و شنگول از اینکه همه چیز به خوشی و خوبی پایان پذیرفته به زندگیش ادامه میده. ولی وضع دوباره تغییر میکنه و اون زمانیه که من ناگهان 4 عکس رو به خانم آپوارد نشون میدم. خانم آپوارد متوجه میشه که یکی از اونا یعنی اوا کین دقیقاً همون خانومیه که روبین به عنوان مادر بالرینش به او معرفی کرده. این مسئله اونو شدیداً مشکوک میکنه و به فکر فرو میبره که نکنه حقیقت داشته و روبین به راستی از پدر و مادری جنایتکار باشه. و پیش خودش میگه که نه، این باور کردنی نیست و تصمیم میگیره شخصاً این موضوع رو تعقیب کنه و به نتیجه برسه. راستش هیچ کس نمیدونه و مهمم نیست که بدونه خانم آپوارد چه برنامه‌ای داشته و چه کارایی رو میخواسته انجام بده. مهم اینه که روبین بلافاصله خطر رو احساس میکنه و متوجه میشه که زندگی و آینده شدیداً به مخاطره افتاده. پس بدون اتلاف وقت بیشتر و در قالب یک کارگردان متبحر و ورزیده میزانسن جنایت دوم رو ترتیب داد. برنامه رفتن به تئاتر کوچک، اونم درست در شبی که جنایت به وقوع میپیونده، فنجان قهوه‌ای با آثاری از رژ لب که با تردستی از تو کیف دستی خانم کارپنتر بلند میکنه و بالاخره خریدن یه شیشه از عطر گران قیمتی که خانم کارپنتر استفاده میکرده، جنایتی کاملا تئاتروال و میزانسنی واجد تمام جنبه‌ها و جزئیات یه نمایشنامه واقعی. بر مبنای اظهارات خانم اولیور در اون شب و قبل از حرکت به سوی کالنکویی، روبین 2 بار به داخل خونه میره و بر میگرده. خفه کردن یه زن با جوراب نایلون، اونم بی هوا و از پشت سر، اصلاً کار مشکلی نیست. در چند ثانیه تموم میشه. بر طبق وصیت‌نامه خانم آپوارد تمام ثروت هنگفت ایشون بعد از مرگ به روبین میرسیده. روبین هم این جنایت رو به قدری ماهرانه انجام داده که سوء ظن متوجه یه زن بشه و همه فکر کنن که زن به خصوصی مرتکب این قتل شده و مسلماً یکی از 3 زنی که اون شب به ملاقات خانم آپوارد رفته بودم مورد سوء ظن قرار می گرفت که در حقیقت همینطور هم شد. به هر حال روبین هم مثل همه جنایتکارا تحت تاثیر غرور بیجا و اطمینان بیش از حدی که به خودش داشت پاش سر خورد و با کله به زمین افتاد. و این آدم کله خر حداقل نکرد اون کتابی رو که اسم حقیقیش رو پشت جلد اون نوشته بود یه جوری از سرش وا کنه. علاوه بر اونقدر احمق و از خود راضی بود که نکرد اون عکسی رو که در پشت اون جمله مادر منو با خط خودش نوشته و از هر مدرک دیگه‌ای براش خطرناکتر بود پاره بکنه و از بین ببره. یه جوری به سرش زده بود که با داشتن این عکس میتونه در موقع مقتضی شخص دیگه‌ای رو محرم قلمداد بکنه. در این مورد احتمالاً موریان سامرهیس رو در نظر گرفته بود و
شایدم به همین خاطر بود که محل سکونتش رو تغییر داد و به مهمان سرای لانگ میدو اومد. چون هم قند شکن متعلق به موریان سامرهیس بود و همین که موریان سامرهیس قبلا به او گفته بود که دختر سر راهی بوده و به صورت دختر خوانده بزرگ شده و مادرش هم به خاطر نداره که خود اینم یه پوان مثبتی برای روبین به شمار میرفت، زیرا در صورت لزوم و در موقع مقتضی میتونست اعلام بکنه که موریان سامرهیس همون دختر اواکین بوده و در چنین شرایطی برای موریان سامرهیس هم مشکل بود که عکس این موضوع رو بخواد ثابت بکنه. به هر حال وقتی دیردر هندرسون اعتراف کرد که در شب حادثه در محل جنایت بوده، روبین صلاح در این دید که این عکس رو بین اساسیه و خرت و پرتای دیردر بذاره. به این منظور سعی کرد با استفاده از نردبون باغبون از طبقه دوم وارد منزل ودربی بشه که موفق نشد، چون به دستور خانم ودربی که بعد از قتل خانم آپوارد شدیداً وحشت زده و عصبی شده بود، تمام درها و پنجره های خونه قفل و از داخل هم چفت شده بودند. به همین خاطر روبین پس از عدم موفقیت در اجرای این برنامه به مهمانسرا برمیگرده و عکسو در کشوی این گنجه میذاره که از بدشانسی او من اونو تصادفاً پیدا میکنم. بدشانسی بیشترش این بود که من مدت کوتاهی قبل از اینکه اون عکس رو توی کشو بذاره یه بار تمام محتویات کشو رو دیده بودم و در اینجا بود که بالاخره فهمیدم چه کسی این عکس رو در این کشو گذاشته و چرا گذاشته. کسی که به جز اون کس دیگه‌ای در اون لحظه در مهمانسرا نبوده، همون کسی که در اون لحظه در اتاق بالای سر من نوشته ای رو با شدت هرچه تمامتر داشت ماشین میکرد. در اینجا بود که یاد اسم اولین هوپ افتادم که پشت جلد کتابی در منزل آپوارد نوشته شده بود. پیش خودم حدس زدم و فکر کردم که این اسم به خصوص یا باید اسم حقیقی خانم آپوارد باشه و یا اسم حقیقی روبین آپوارد. این اسم منو شدیداً گیج و منحرف کرده بود. قبلا حدس زدم که شاید اسم حقیقی ایو کارپنتر بوده و برای همینم اونو ایو صدا میکنن، اما ناگهان به خاطرم اومد که اسم اولین رو هم روی پسرا میذارن و هم روی دخترا. در اینجا بود که اظهارات خانم اولیور در مورد تئاتر کوچک و صحبت‌هایی که با بازیگر جوانی به نام مایکل داشته رو به یاد آوردم. بلا فاصله به این نتیجه رسیدم که این اکتور جوان همون کسیه که من دنبالش میگردم و همون کسیه که میتونه حدس منو به یقین تبدیل بکنه و تئوری منو ثابت بکنه. تئوری که بر مبنای اون روبین نمیتونست پسر حقیقی و تنی خانم آپوارد باشه، چون از محتوای کلامش با خانم آپوارد معلوم بود که اطلاعات زیادی راجع به اصل و واقعیت موضوع داره، به خصوص در مورد جوانی که با مشتی دروغ و دغل خانم آپوارد رو گول زده و خودشو اشراف زاده معرفی میکنه، ولی خانم آپوارد در نهایت به حقیقت ماجرا پی میبره و با تیپا بیرونش میکنه. در این داستان خیلی حرفا بود که توجه منو به خودش جلب کرد. به هر روی حقیقتش اینه که من خیلی دیر متوجه قضیه شدم، حال این که باید خیلی زودتر از این به نتیجه میرسیدم. علتش هم اشتباه عمده‌ای بود که خودم شخصاً مرتکب شدم و خودم رو عقب انداختم. بعد از واقعه ایستگاه راه آهن کیلچستر به این نتیجه رسیدم کسی که منو هول داد همون قاتل حقیقی خانم مکگینتی بوده و عمدن میخواسته منو به قتل برسونه. ولی مدتها طول کشید تا به این حقیقت پی بردم که از بین تمام اهالی برادهینی روبین آپوارد تنها کسی بود که در اون روز بخصوص و اون ساعت بخصوص نمیتونست تو ایستگاه راه آهن کیلچستر باشه. در اینجا جانی سامرهیس خنده کوتاهی کرد و گفت فکر میکنم احتمالاً یکی از این زنای پیر بوده که تو بازار جنس میفروشن و اینان که با سبدشون مردمو به جلو هول میدن. پوارو ادامه داد و گفت راستشو بخواید روبین آپوارد خیلی خودخواه‌تر از اون بود که از من بترسه، که البته اغلب جنایتکارانم به این درد مبتلا هستن. خانم اولیور قدری در جایش جابجا شد و سپس با لحنی که معلوم بود خیلی ناراحت شده گفت یعنی میخواید بگید همون موقعی که من راحت و بیخیال تو ماشین نشسته بودم روبین رفت و مادرشو کشت و برگشت؟ اصلا باور کردنی نیست آقا.
اینقدر دیگه وقت نداشت. اوه چرا؟ زمان کافی داشت. اغلب مردم در محاسبه و تخمین زمان دچار اشتباه میشن عزیز من. حتما اون شب دقت کردی و دیدی که سن تئاتر چقدر سریع حرکت و تغییر میکنه. همونطور که قبلا هم گفتم، روبینم در این ماجرا خیلی نمایشی و با سرعتی که لازمه میزان سن بود عمل کرد. خانم الیور زیر لب زمزمه کرد و گفت عجب تئاتر و عجب نمایشی. بله دوست عزیز من، نمایشی از یه جنایت واقعی که استادانه طراحی و استادانه هم روی صحنه اومد، ولی متاسفانه این بارم حس ششم زنانه شما به خطا رفت و اشتباه کرد. مودویلیانر با سرسختی خاص و مشهودی گفت نه آقای پوارو، خسته شدم دیگه، به اون شرکت مزخرف بریز و اسکاتل نمیرم. به هر حال جای اصلا جالبی برام نیست. ولی برای شما که خوب بود و منظورتونم عملی کرد. منظورتون از این حرف چیه آقای پوارو؟ بفرمایید اصلا چه دلیلی داشت که این نقطه رو برای کار انتخاب کردید؟ خب آقای پوارو، شما که خودتون عقل کل میدونید، پس لابد از این موضوع هم اطلاع دارید دیگه. بله خانم، من یه چیزایی میدونم. ممکنه بفرمایید چیزایی که میدونید چیان؟ پوارو همینطور که به موهای مودویلیانر خیره شده بود گفت فراموش نکنید که من اصلاً دهن لق نیستم و برعکس خیلی هم رازدارم. به هر حال با توجه به اظهارات اون دختره ادنا، همه فکر میکردن خانومی که اون شب با موهای روشن وارد منزل آبوارد شده ایو کارپنتر بوده که اونم این موضوع رو قویاً انکار کرد و گفت به خاطر ترس و وحشت به اونجا نرفته. به هر صورت حالا که روبین دستگیر و به همه چیز اعتراف کرده، موضوع این زن ناشناس به اضافه اظهارات دوشیزه دیردر هندرسون مبنی بر اینکه شب حادثه در محل حادثه بودم اهمیتی نداره و ارتباطی به اصل ماجرا نداره. ولی من شخصا اطمینان دارم که برخلاف تصور همه این زن ناشناس ایو کارپنتر نبوده، بلکه شما بودید. چرا من آقای پوارو؟ پوارو جوابش را با سوال دیگری مطرح کرد و گفت عرض کردم چطور شد که یک باره به جایی مثل براتهینی علاقه‌مند شدید و چرا وقتی که به اونجا رفتید از شخصی مثل روبین آبوارد درخواست امضا کردید؟ اصلا به نظر نمیاد که شما اهل امضا گرفتن و این حرفا باشید. به نظر من پس حتما منظور خاصی از این کار داشتید. قبلا راجع به آبواردها چه چیزایی میدونستید؟ حالا برمیگردم به سوال اول. چه چیزی شما رو به این نقطه از جهان کشید؟ از کجا میدونستید که اوا کین در استرالیا مرده و اسم مستعار اونم اولین هوپه؟ خب راستش خیلی خوب حدس زدید و میزنید. باشه، راستش من چیزی ندارم که بخوام ازتون پنهان بکنم. به دنبال این حرف مودویلیانر تکه روزنامه‌ای از کیفی که به شانه آویخته بود درآورد و عکسی که در آن بود را به پوارو نشان داد. عکسی که پوارو حالا دیگر به خوبی میشناخت. عکس اوا کین با یک تفاوت در زیر این عکس که با خودنویس نوشته بود این زن مادر مرا کشته است. پوارو تکه روزنامه را به مودویلیانر پس داد و گفت بله خودم هم همین فکر رو کرده بودم. اسم حقیقی شما گریگه، درسته؟ مودویلیانر سرش را به علامت تایید تکان داد و سپس اظهار داشت راستش آقای پوارو، من یکی از دخترعمه‌هام بزرگ کرد. آدمای خیلی پاک و نجیبی هم بودن. ولی زمانی که این جنایت اتفاق افتاد من اونقدر بزرگ شده بودم که بفهمم چه اتفاقی افتاده، پس هرگز از یادم نرفت و بعدها مرتبا راجع به اون فکر میکردم، به خصوص راجع به اوا کین که واقعا یه تبهکار ساحره جنایتکار بود. حتما خودتونم میدونید دیگه، بچه‌ها خیلی زود میفهمن و خیلی خوبم درک میکنن. پدرم متاسفانه مرد ضعیفی بود که مفتون و مسحور این زن شد و آخرم سرشو به باد داد. ولی من ته دلم همیشه مطمئن بودم و هستم که پدرم تو این ماجرا نقشی نداشت و این زنه بود که همه کارا رو انجام داد، ولی در نهایت به حساب پدرم گذاشتن. البته پدر من بی تقصیر نبود و احتمالاً یه کاری هم کرده بود، ولی نه اون قدری که بخواد محکوم به اعدام بشه. پس
همیشه در صدد بودم که روزی اونو پیداش بکنم و انتقام خودم و پدرم رو ازش بگیرم. بزرگ که شدم به یه بنگاه کاراگاهان خصوصی مراجعه کردم و از طریق همین بنگاه البته بود که فهمیدم به استرالیا رفته و در اونجا هم فوت کرده. اما یه پسری از خودش به جا گذاشته که خودشو اولین هوپ مینامه. در اینجا بود که فکر کردم به انتها رسیده و ادامه بیفایده است. ولی با اکتور جوانی دوست شدم و یه روز همینطور که با هم صحبت میکردیم اون به جوانی به اسم اولین هوپ اشاره کرد که گویا از استرالیا اومده ولی در اینجا به اسم روبین آپوارد شهرت داره و نمایشنامه هم مینویسه. دوباره براق شدم و بالاخره یه شب که با مادرش به تئاتر کوچیک اومده بود برای اولین بار دیدمش. دوباره امیدوار شدم چون پیش خودم فکر کردم که خوشبختانه اوا کین نمرده و هنوز زنده است و میتونم انتقاممو ازش بگیرم. به همین خاطر یه کاری برای خودم دست و پا کردم، ضمن اینکه واقعا هیجان زده هم شده بودم. هیجان از این که بالاخره حسابمو با این زنیکه تصفیه میکنم. بعد وقتی که شما برای اولین بار ماجرای قتل خانم مکگینتی رو مطرح کردید من بلافاصله پیش خودم حدس زدم که قاتل این زنم خانم آپوارد یعنی اوا کین قدیمیه. تا اینکه بالاخره از طریق مایکل وست همین دوست بازیگرم مطلع شدم که قرار روبین آپوارد با خانم الیور به دیدن نمایش به کالنکویی بیان. دیدم بهترین موقعیت الان و تصمیم گرفتم شبی که اونا به تئاتر میان منم به منزلشون توی براتینی برم و ترتیب خانم آپوارد رو بدم. رولور کوچیکی رو که یادگار زمان جنگ بودم برداشتم ولی نمیدونستم که با اون چی کار میخوام بکنم. اصلا نمیدونستم. شاید هم میخواستم بترسونمش یا اینکه راستش هنوزم مطمئن نیستم که چی کار میخواستم باش بکنم. به هر حال رفتم اونجا. اصلا هیچ صدایی از خونه نمی اومد. ضمن اینکه قفل درم باز بود. من داخل شدم و خودتون میدونین که دیگه باشه چیزی مواجه شدم. خانم آپوارد همینطوری که روی صندلی قرار داشت مرده بود. صورتش کبود بود و متورم. همونجا فهمیدم که هرچی قبلا فکر میکردم بچگانه و احمقانه بوده و من هرگز آدمی نیستم که بتونم کسی رو به قتل برسونم. ولی مطمئن بودم هر حرفی بزنم پای خودم تو تله میفته. شب خیلی سردی بود و من دستکش تو دستم داشتم ولی مطمئن بودم که کوچکترین اثری از انگشت و دستام باقی نمیمونه و کسی هم که منو ندیده. مودویلیانر حرفش را قطع کرد و بلافاصله به تندی از پوارو پرسید خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟ ولی پوارو با خونسردی جواب داد و گفت هیچی عزیزم، فقط امیدوارم که در زندگی همیشه موفق باشید. هرکول پوارو و کمیسر اسپنس جشن کوچک 2 نفره‌ای برای خودشان در رستوران وای گرانمر ترتیب داده بودند. کمیسر اسپنس پس از صرف قهوه به پشتی صندلی تکیه زد و در حالی که معلوم بود تا حد اشباع غذا خورده است آه بلندی از روی رضایت خاطر کشید و گفت اوه غذاهاش حرف نداشت واقعا، گویا این که یه خورده زیادی فرانسوی بود، ولی امروز روز طوری شده که آدم به سختی میتونه جایی پیدا بکنه که استیک و سیب زمینی سرخ کرده به این خوبی داشته باشن. پوارو با حالتی که گویی موضوعی را به خاطر آورده باشد در جواب گفت اتفاقا همون شبی که به ملاقات من اومدی من قبلش همینجا شام خورده بودم. اوه که اینطور، ولی چه اتفاقات زیادی توی این فاصله افتاده. به هر حال جا داره که به تو تبریک بگم پوارو، کارت واقعا جالب بود. در اینجا لبخندی روی چهره سنگی کمیسر اسپنس نقش بست و متعاقباً به سخنانش ادامه داد و گفت شانسی که ما آوردیم این بود که روبین آپوارد فکر میکرد مدارک ما بر علیه او اونقدر قوی و کوبنده است که راه فراری برای اون باقی نمیمونه و اونو چارمیخش کردیم و همین بود که باعث شد بلافاصله به همه چیز اعتراف کنه و جرم خودشو ثابت کنه. غافل از این که مدارکی که ما بر علیه اون داشتیم مثلا مدرک نبود بلکه مشتی حدس و گمان بود و اونم اونقدر سست و آبکی که یه وکیل مدافع زبر و زرنگ با استفاده از اونا میتونست بر علیه همه ماها اقامه دعوا بکنه و ما رو تو دادگاه محکوم بکنه. واقعا که خدا رو شکر، چون این خود روبین آپوارد بود که با اعتراف و اقرار صریح طناب دار رو به گردن خودش انداخت و الا کاری از دست ما ساخته نبود. لیکن پوارو با حالتی از ملامت در جواب گفت نه دوست عزیز، اینطوریام نیست، فقط خوششانسی تنها نبود. من با روبین آپوارد بازی کردم تا اینکه به تورش انداختم.
درست مثل ماهیگیری که ماهی بزرگی رو به قلاب میندازه و باید طوری بازی بکنه که از قلاب فرار نکنه. طوری بازی کردم که گول بخوره و مطمئن باشه که دنبال موریان سامر هیسم. از طرفی برای آدمای خودخواهی مثل روبین گول خوردن معنی و مفهومی نداره، چون خودشون از بقیه بالاتر و برتر میدونن. پس به محض اینکه احساس کنن کسی اونا رو گول زده و کلاه گشادی سرشون گذاشته، اونقدر ناراحت میشن که انگار با پتک سنگینی به سر اونا کوبیده باشن. مضاف بر این که روبین شخصا آدم ترسویه. یادت میاد که وقتی قند شکن رو روی سرم چرخوندم چقدر ترسید؟ فکر کرد الانه که مغزشو متلاشی بکنم. فراموش نکن که ترس شدید و ناگهانی همیشه حقیقت رو به دنبال خودش داره. کمیسر اسپنس خنده‌ای کرد و گفت ولی سرهنگ سامر هیسم بد جوری عصبانی شده بودا. خوشبختانه به خیر گذشت. اینطوری که میگن اعصاب درست حسابی هم نداره، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر سری بدوه. شانس آوردی که به موقع جلوشو گرفتم ولی فکر میکنم دیگه فراموش کرده باشه، نه؟ اوه بله، حالا دیگه با هم خیلی دوست شدیم. دوستای صمیمی هستیم. یه کتاب آشپزی هم به خانمش هدیه کردم، ضمن این که خودم هم شخصا طرز تهیه املت رو بهش یاد دادم. پوآرو در اینجا چشمانش را روی هم گذاشت و در ادامه سخنانش گفت خدای من چه عذابی که تو اون خونه من نکشیدم. ولی کمیسر اسپنس بدون توجه به حالت پوآرو و خاطراتی که او را عذاب میداد در جواب اظهار داشت به هر حال ماجرای پیچیده‌ای بود از اول تا آخرش. اینجاست که بازم میرسیم به حرف قدیمی‌ها که میگفتن همه تو این دنیا یه رازی دارن و از یه چیزی میترسن. به عنوان مثال همین خانم کارپنتر رو در نظر بگیر که واقعا شانس آورد که دستگیر نشد. طوری رفتار میکرد که همه بهش مشکوک شده بودن، ولی نمیدونم چرا. پوآرو با حالتی از کنجکاوی در جواب گفت بله واقعا چرا؟ از همون داستانه همیشگی و گذشته‌ای نچندان دلچسب. این خانوم برخلاف اونچه که شایعه بیوه نیست. یکی از اون رقاصه های زبر و زرنگ بوده که با مردای زیادی هم سر و کار داشته. به هر حال روزی وارد برادهینی میشه و اینجا رو برای سکونت انتخاب میکنه. با گامی کارپنتر آشنا میشه و مدتی هم به صورت نشانده با اون ازدواج میکنه، البته به عنوان نامزد، ولی خب هم برارو داشته و هم زبر و زرنگ بوده. به هر حال قاپ این بابا رو میدزده و بعدش هم یه داستان قلابی راجع به بیوه بودن خودش میسازه و تحویل گامی کارپنتر میده که حالا دیگه پاک کشته و مرده اون شده، طوری که طولی نمیکشه که باهاش رسما ازدواج میکنه. حالا دیگه شده خانم کارپنتر و با کبکبه و دبدبه هم راه میره. خب ولی یه هایی میبینه که ما 2 نفر شروع به تحقیقات کردیم و قصد داریم از ته و توی زندگی مردم تو اینجا سر در بیاریم. بدیهیه که شدیداً به وحشت میفته و میترسه که پتش رو بشه و تق قضیه هم در بیاد. به دنبال این حرف کمیسر اسپنسر جرعه‌ای از قهوهش نوشید و در ادامه سخنانش گفت میرسیم به ودربیا، خانواده‌ای که تا حدودی غیرعادی به نظر میرسن. خونه‌ای پر از کینه و نفرت با دختری زشت و سرخورده. لابد فکر میکنی که مورد به خصوصی باید وجود داشته باشه ها؟ باید عرض کنم که هیچی، ولی چرا یه چیزی هست. پول. بله پول. همین پولی که همه دنبالشن. پوند، شیلینگ و پنس. همینو تمام. ولی پولا فقط متعلق به دختره است که البته مبلغ هنگفتی هم هست و از طرف عمش بهش به ارث رسیده. دختره علاقه زیادی به مادرش داره و مادرم از این موضوع سوء استفاده میکنه و از ازدواجش جلوگیری میکنه. ناپدری برعکس کینه زیادی به دختر داره و ازش متنفره، ولی خب کاری نمیتونه بکنه چون تمام هزینه و مخارج خونه رو دختره داره میده. و تا اونجایی که من میدونم این بابا از اون آدمای گنده دماغیه که عرضه هیچ کاری رو نداره و دست به هر کاری هم که زده با شکست روبرو شده. تازه خود خانم ودربی هم دست کمی از این مرتیکه نداره ها. درست شبیه سم مهلکیه که توی لفافه ای از شکر پوشونده باشنش. پوآرو سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت بله منم با تو کاملا موافقم و هم عقیده‌ام. به هر حال جای شکرش باقیه که پولا متعلق به خود دختر است.
چون تسهیلات زیادی رو برای ازدواجش با جیمز بنتلی فراهم میکنه. کمیسر اسپنس با تعجب زیادی گفت ازدواج با جیمز بنتلی؟ اونم دختری مثل دیردر هندرسون؟ کی همچین حرفی رو زده؟ من دوست عزیزم، ببین این ماجرام بالاخره تموم شد و حالا وقت زیادی دارم و میتونم به کارهای دیگم برسم. از طرفی خودم شخصا خیلی دوست دارم که بیام وسط و کاری بکنم که این وصلت انجام بشه. گویین که این دو نفر هنوز هیچ فکری راجع به این موضوع ندارن. به هر حال مطمئنم که نسبت به هم علاقه‌مندن. منتها هر دو از اون آدمایین که اگه دست خودشون باشه علیرغم تمایلات شخصی قدمی به طرف همدیگه بر نمیدارن و در نهایت وصلتی هم صورت نمیگیره. ولی وقتی که من یعنی هرکول پوآرو بیاد وسط وضع فرق میکنه دوست عزیزم. مجبورن به حرفای من گوش بدن چون میدونن که به نفع هر دوشونه. شاید باور نکنی ولی خودت هم خواهی دید که این برنامه حتما اجرا میشه. کمیسر اسپنس خنده‌ای کرد و گفت مثل اینکه عادت کردی تو زندگی مردم دخالت بکنی ها؟ اوه خواهش میکنم دوست من، تو دیگه این حرفو نزن. اوه بله معذرت میخوام، نباید این حرفو میزدم، ولی قبول کن که این مرتیکه آدم نیست. بله 100% منم موافقم با این موضوع. جیمز بنتلی واقعا آدم نیست. حتی مطمئنم که الان از اینکه اعدامش نکردن شدیداً ناراحت و پکر شده. اسپنس در جواب اظهار داشت به نظر من که باید جلوی تو زانو بزنه و تشکر بکنه. البته من که نه، خودت، برای اینکه اگه تو به فکر اون نمی افتادی تا به حال تو گور پوسیده بود. متاسفانه اینقدر بیشعوره که چون این فکری هم نمی کنه. واقعا که حیوان عجیب و غریبیه پوآرو. به هر حال از شوخی‌های طبیعت غافل نشو، چون دو زن حاضر شده بودن که با چنین آدمی دوست بشن و باهاش مراوده بکنن. راستش اول فکر میکردم که تو دوست داری مود ویلیانر همسرش بشه. نه انتخاب با خودشه. درسته که میگن سیب سرخ به دست چلاق میفته، ولی در این مورد به خصوص فکر میکنم که دیردر هندرسون رو انتخاب بکنه. مود ویلیانر یه پارچه شور و آتیش بوده و پر از زندگیه. دختری مثل اون حیف همسر آدمی مثل جیمز بنتلی بشه. جیمز بنتلی عرضه نگهداری چنین دختری رو نداره. در صورت ازدواج با چنین دختری احساس حقارت بیشتری بهش دست میده و به مراتب گوشه‌گیرتر میشه. اصلا نمیتونم بفهمم که چطور این دخترها به یه همچین مردی علاقه‌مند شدن. گفتم که این یکی از شوخی‌های طبیعته و کسی هم از این شوخی‌ها سر در نمیاره. به هر حال من شخصا فکر میکنم کار آسون و ساده‌ای نیست. یکی راضی کردن آدمی که انقدر تو رویاهای احمقانش غرقه که به هیچ چیز دیگه‌ای توجه نداره. دوم رهایی این دختره از سلطه و قید و بند مادر خودخواه و بی‌عاطفه‌ای که به این سادگی‌ها تسلیم نمیشه و برای حفظ منافع مادی خودش با چنگ و دندونم که شده مبارزه میکنه. موفقیتم به سادگی به دست نمیاد دوست عزیز، باید جنگید. لابد به سبیلات هم قسم خوردی ها؟ اسپنس به دنبال این حرف قهقهه را سر داد و پوآرو نیز همینطور که به سبیل‌های معروف خود دست می‌کشید پیشنهاد کرد یک برندی با هم بخورند. بعدم نمیاد موسیو پوآرو، بخوریم. پوآرو دستور برندی داد و اسپنس ناگهان به حرف در آمد و گفت آهان، حدس می‌زدم که یه چیزی رو فراموش کرده باشم. تو خانواده رندل که میشناسی؟ بله البته. اوایل تحقیقاتمون راجع به دکتر رندل به موضوع جالبی برخوردیم. همسر اول دکتر رندل توی لیدز، شهری که در اونجا طبابت می‌کرده، فوت میکنه. ظاهراً همون موقع نامه‌های بدون امضایی به دست پلیس محلی میرسه به این مضمون که همسر دکتر همینطوری نمرده بلکه به دست دکتر مسموم شده. البته در چنین مواقعی بعضیا دوست دارن سر و صدا راه بندازن، چون دکتر معالج همسر اول دکتر رندل یکی از اطباء خوشنام و معروف لیدز بوده و بر طبق نظریه همین پزشک معالج همسر اول دکتر رندل به مرگی طبیعی مرده و نیازی به تحقیقات پزشک قانونی نداشته. مسئله همینجا خاتمه پیدا میکنه. منتهای مراتب این زن و شوهر قبلا خودشونو بیمه عمر کرده بودن. بیمه عمر به نفع طرفین، به این معنی که در صورت مرگ طبیعی هر کدومشون
اون یکی پول بیمه عمر اون یکی رو دریافت میکنه. این موردیه که منو مدت‌ها به فکر فرو برده و میخواستم بدونم که تو چی فکر میکنی. پوارو قیافه وحشت زده و حالت هراسان خانم رندل را به خاطر آورد. به خصوص وقتی که راجع به نامه‌های بدون امضایی که برای او فرستاده بودند حرف میزد و تهمت‌هایی که در این نامه‌ها زده بودند قویاً تکذیب میکرد و به ویژه تأکید خانم رندل از اینکه رسیدگی به ماجرای قتل مکگینتی بهانه‌ای بیش نبوده و اینکه پوارو برای هدف خاص دیگری به برادهینی آمده است و به دنبال این خاطرات گفت مطمئن باش فقط پلیس نبوده که این نامه‌ها رو دریافت کرده. منظورت اینه که به همسر فعلی دکتر رندل هم فرستاده بودن؟ بله همینطوره، چون وقتی از اومدن من به برادهینی مطلع شد به این خیال افتاد که من در تعقیب شوهرش دکتر رندل اومدم و اونقدر به این موضوع اطمینان داشت که رسیدگی به قتل مکگینتی رو یه بهونه تلقی کرد. متاسفانه دکتر رندل هم همین تصور غلط رو داشت. بله حالا متوجه شدم، این دکتر رندل بود که منو هول داد و سعی داشت که منو زیر قطار بندازه. یعنی تو فکر میکنی همون بلا رو هم سر همسر دومش می آورد؟ اگه از من بپرسی این خانم نباید خودشو به نفع شوهرش بیمه عمر بکنه. البته وقتی که احساس کنه که پلیس با اون حساسیت داره احتمالاً خیلی محتاط‌تر خواهد بود. مطمئن باش ولش نمی‌کنیم پوارو. مدام مواظب بشیم و طوری عمل می‌کنیم که خودش هم بدونه که تمام کاراش دقیقاً تحت کنترل پلیسه. پوارو گیلاسش را برداشت و گفت به سلامتی خانم الیور. چطور شد که یهو یاد خانم الیور افتادی؟ حس ششم زنانه عزیز من. به دنبال این حرف لحظاتی سکوت برقرار شد و متعاقباً کمیسر اسپنس به آرامی گفت دادگاه روبین آپوارد هفته آینده شروع میشه، ولی میدونی پوارو، نمیدونم چرا دوباره به شک و تردید افتادم. پوارو وحشت زده حرف او را قطع کرد و گفت اوه خدای من، باز چی شده دوست من؟ واقعا متوجه نمیشم. با این اعترافاتی که روبین آپوارد کرد تو چطور میتونی مشکوک باشی؟ ولی کمیسر اسپنس نیشش تا بناگوش باز شد و با اطمینان زیادی گفت نه، خدا رو شکر که این بار کوچکترین شک و تردیدی ندارم. در قاتل بودنش هیچ حرف و حدیثی نیست.